لباس میخواد بگیره. بابا جون چه به این روز این همش بد اخلاقه؟ نه. سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها یه مدت نبودم، جلو دوربین نمیتونستم بیام، توی کومه خیلی بدی رفته بودیم، ولی امروز برگشتم با یه ویدیو، گفتم بشکونمش و کارهای جدیدی هم بتونیم انجام بدیم. امروز اومدیم دامپزشکی، گفتم که یه روز کامل اینجا باشیم ببینیم چی کار میکنن، چون بخشای مختلف داره، آموزش شستشو داره، دامپزشکی داره، پارک بازی داره، چیزای مختلفی داره. هم ببینیم که کیسایی که میان چه مشکلی دارن و یکم با بچه‌ها آشنا بشیم، چون بچه‌های زیادی داخلن، هر کدوم میریم باشون صحبت میکنیم. فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم حتما یه لایک خوشگل بهم بدید که انرژی بگیرم واسه ادامه این سبک از ویدیوها و همین دیگه. بزن بریم براش. وقتی ورود میزنیم به پت شاپ، اولین صحنه که باش مواجه میشیم خانم مینا هستش، صندوقدار مجموعه. آقا جلیلی اونجا داریم در اون سمت و دو تا سمال سموم داریم که امیر محسن رو فکر کنم دیدید، زیاد ویدیو قبلی. بله. مهدیو ولی ندیده بودید. چی کار دارید میکنید؟ تولید محتوا. چایی داری میخوری وسط تولید محتوا؟ جیشه. جیشه ای نه اون پایین سرتون جیشه. کن. اینجا چیه بابا؟ این تولید چی؟ محتوا. آها داره در مورد جیشه. خب الان چی میشه؟ می‌خوایم اسپری رو تبلیغ کنیم، اسپری ضد جیش. ما جیش کاری کردیم که ضد جیشه دیگه، میزنی جیش نمیکنه. آقا میشه شما توضیح بدید؟ آقا این اسپری هر جا بزنی هر جا بزنی سعیتون دیگه اونجا جیش نمیکنه. تمام. اونم چاییه. یه دونه بخور ببینم. بده شیش. چه خبره اینو اونجا؟ ببینش. اینو چیه ببین. اینجا؟ مالنا خانوم. خب شما خودتون معرفی میکنی؟ من یاسی برومه هستم. آرایشگر حیوانات خانگی. امروز هم مالنا رو داریم از نژاد پودل. و قراره چه کارایی واسش انجام بشه؟ قراره که آرایش، گرزدایی، شستشو، ناخون و تخلیه کیسه مقعدی و اینا رو براش انجام یا بدم. خدا چقدر خدمات داری بچه تو. بله. مشتری ثابته یا که نه؟ همیشه میاد. او خدا بیدی بجلی نامه. بچه پیج یاسی هم اینجا براتون میذارم، کاراشو برید حتما ببینید، واقعا جذاب. اصلا یه ساعت تو پت شاپ بزنیم، یکی تو ما هم بیاد یا تو جفتتون برید. بفهم. از کدوم بخش شروع کنیم؟ واو اینا آره. اتومات غذا میده به سگتون. همین وای بابا فای داره. هر راه دور میتونی یکم بهتر پرزنت. میکروفون داره، اسپیکر با این داره. در از چی کار میکنه یه بار دیگه؟ دوربین داره، از راه دور میتونید سگتون رو کنترل کنین تو خونه. میکروفون داره، صدای سگتون رو میتونید بشنوین. اسپیکر چی؟ داره. با وای فای خونه دیگه. یعنی از تو راه چیت خود تو گوشی وصل گوشی میشه دیگه، آقا. گوشیتون وصل میشه. یک دستگاه تلفن همراه نیاز دارین که بقیه کاراشو خودش یک میکنه. دست یا چی دیگه تو لباس داریم. لباس داریم. خیلی باکس هست داریم. تشویقی ایرانی، تشویقی خارجی این داریم. ستا. شامپو. کل پچا ما اینم داداش خب اونطوری خودم میچرخیدم دیگه. همه رو چیو. چه کم کردی؟ یه ملت اسیر خودتون کردین ها. از اینا داریم که خب این چیه؟ از اینا داریم سافت باکس مثلا برای اینکه بخواید سگتون توش بذارین نیاز به باکس شکل سنگین نداشته کامل شدهش باشین. اینه دیگه. آره میتونین استفاده کنین. آها مهدی تو خیلی خیلی آدم درستی هستی. بندلیش هم داره. آقا این بچه ها ما رو دارن میبرن بیرون. چی کار میخوای بکنی؟ چی کار داری میکنی؟ نه آقا بابا تولید محتوا، ما همش در حال تولید محتوا. باش تو فقط داری بازی میکنی. تولید محتوا چیه؟ بازی چیه؟ تولید محتوا ای داریم. بله اوکی مهدی هم داریم اینجا. او بذار من برم از تو ماشین یه چیزی واسهتون بیارم کیف کنید، لذتشو ببرید. تازه گرفتم و اعتیاد شدید پیدا کردم. ماشینم هم کثافت گرفته، کثیفه. بذار اینو بیارم. دارید منو؟ آها بذار اینجا بهتون نشون بدم که برای سگام خیلی بازی جذابیه. یه فریزبی کره. بریم یکم با بچه ها بازی کنیم، کیف کنیم. این چی آوردن؟ گند زدن تو تولید.
استاد این کارم ها. میگم چند روز گرفتم، واقعا چیز جذابیه. آماده ای؟ اینجا رو داشته باش. وای خیلی چیز حالی. بعدش اینه دیگه، با آدم نوب سگ بازی کنی. آقا بندازی؟ بده بندازی. آره بده. چی کار دارید میکنید؟ نه اندازید بره بالا، پول دادم براش. 90,000 ای بابا نکن. میگه دود سمت آدم بزرگه میره. الان آدم بزرگی تویی دیگه. ای فریز خیلی خوشم آمده. چنلشو میذارم اینجا. اومد. ببین آماده شده بودم که یک عدد فوش آبدار. المیرا خانمی که میبینید یک عدد زلزله داره تو خونه. نژادش چیه؟ اسمش چیه؟ چند ماهشه؟ چند سالشه؟ چرا همشون سالی هن اونجا هم 3 سال و نیم. تجربیات چیزی نگهداری سگ بزرگ. جوندگی کاپشن آخرین جوندگی کاپشن آخرین خرابکاریش بوده. دیگه چی؟ دیگه هم جز جوندگی مزیت هم سگ بزرگ سگ بزرگ راحت تو آپارتمان نگهش داریم، صدا نداره، پارس نمیکنه مگه دوز بیاد تو خونه. تربیتش رو بیست مینا خانم هم یه نکته آموزشی بگو. مینا خانم خب تربیت کایا خیلی عالی بوده دیگه. البته مامانش سگاتون رو به مامانتون نسپارین. بگو. به خاطر همین سگا هم به مامانتون نسپارین، بعد غذا میشن، حساسیت میگیرن، پوستشون خراب میشه، لوس و بیادب میشن. تو سگ نداشتی کلا نه؟ نداشتم، یه واگذاری زوری به پوستمون خورد. الان داری؟ بله یه 6 ماهه. جدی؟ واقعا؟ چیه نژادش؟ یه نژاد پامر. 3 سالشه. پامر؟ خانم دکتر پامرا رو خیلی دوست دارن. خانم دکتر کشککاشون رو جراحی نکنن درآمدشون خیلی پایین میاد. بچه‌ها بعد یه چیزی بهتون بگم، این حجم از افرادی که می‌بینیم همه بچه‌های خودمونه. ای وای سلام علیکم. سلام بله جون. اسمش چیه؟ نمیدونی اسمش چیه؟ کایلا. اومده چیکار؟ اصلاح داره. ای خدا. خب معرفی کن. آقا نقیب هستم. آقا نقیب آقا نقیب. خب چند ساله؟ آقا نقیب چاکریم. ببخشید یه دقیقه درواز من اونورم بگیرم. وای 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 این دوتا رو نگاه کن. خب بذار برسیم به پروژه آقا نقیب. آقا نقیب از خودتون بگو برامون چند وقت اینجا کار میکنی؟ تقریبا 9 ماه 10 ماه. آها پس از شکیب قدیمی تری تو. خب این بعد قدیمی تو سگ داری؟ گفتی دیگه دارم نگه میگو دیدیم. نگهبانه؟ بزرگی. نه بابا. غذا بهش چی میدین؟ نون میدین؟ بعد چجوریه؟ وحشیه؟ چجوریه؟ وحشی هستی نموندن. این چرا انقدر خوشگله؟ پس برای آرایش اومده بود درست. اسمش چیه؟ کایلا. چقدر شبیه این چیزه است؟ کایلی جنه. نه کایلی جنه را خوب اومد. برس بکشید بچه‌ها برس بکشید. برو خدا برس بکشید. بیا اینجا گره ها رو ببین. بچه‌ها یه ویدیو چیزه کلی بازی شده. ما اعتراض داریم. خب چی شده برس الان؟ بکشین، شونه بکشین. سگاتون گره که میشن اینجا تو آرایشگاه خیلی اذیت میشن، دردشون میگیره، در نتیجه اینطوری میترسن وقتی میان آرایشگاه، استرس بهشون وارد میشه. الهی تو رو به چلونمت. خب شما داری چیکار می‌کنید؟ ما گره ها رو از اون مرحله یاسی جون رد کردیم دیگه، گره نداریم، بریم اصلاح میکنیم. ولی واقعا گناه. کلا چقدر زمان میبره؟ اصلاحش یا نه اصلاح سگا کلا بستگی به گره هاشون داره. گره نداشته باشن خیلی سریع ما میتونیم کارمون رو انجام بدیم با هزینه بسیار کم. ولی گره داشته باشن هزینه‌شون زیاد میشه. شاید به خاطر هزینه ها لاغرشون نکنه. نمیدونم والله. ای خوب فداشتشم.
آقا نقیب با کفتر خیلی علاقه داره. آقا نقیب کفتربازه؟ اینم کفترشه. بیا ببینم کفتربازی میکنی؟ کجا تو ایران یا افغانستان؟ چقدر کفتر داری؟ چند تا کفتر داری؟ 20 تا هست. 20 تا؟ اینم سگشه. ببینم سگشو. اوه این معلومه که آدم خاره نه؟ از قصد اینطورش کردین؟ این قلادم از اینجا ولی نون خشک بهش ندید. غذا خوب تر بهش بدین. اونجا داره غذا خوب. مرغ نداره اونجا؟ نمیخریم ما خود. سگا خوب است. مهری جان شما هم سگ دارید دیگه درسته؟ یه نژاده؟ اینجا هم یه کوچولو اومده به اسم مگی. قبلا اومده بود اینجا آره؟ مگی جون ببینم سلام علیکم. لباس میخواد بگیره؟ بابا جون تو به این روز اون دستش کتواک برو ببینیم بهت میاد یا نه. نه قشنگ اندازه‌شه. چرا کپ کردی؟ اولین بارشه لباس میپوشه؟ واسه همونه. چیه؟ عجیب غریبه؟ نه هر کدومش اولین بار میپوشن هم خیلی مسخره راه میرن هم کپ میکنن. گفتم که یه سر به دکترم بزنیم. دکتر کجایی؟ سلام دکتر نوریه گل روزگاره ها. دادا چیکار داشتی میکردی؟ دارم 5 تا واکسن آماده میکنم. بریم واسه 5 تا توله تازه به دنیا اومده بریم واکسن بزنیم. ژرمن بلکم خیلی خوشگلم. بلک اینا شناسنامه‌شونه؟ شناسنامه‌شون بزنیم زیر بغل رو بریم براشون. پاسپورت دیگه اینا پاسپورت پت پاسپورت. بریم پس. واکسن اولیه این جوجمون اومده واکسن اولشو بخوره. نگاه خوشگلو نگاه. یه سری صدا دیگه هم داره میاد. آره کلی هم یکی نیست که. تو چرا با بقیه فرق میکنی؟ وای من عاشق شما دوتا کله بیک شدم. تو مامانشونی؟ آره؟ تو مامان خوشگلشونی؟ انقدر سیاهه معلوم نمیشه. دکتر ولی خیلی خوشگل بودن ها. آره دیگه واکسن ها رو زدیم و میخوایم لیبل ها رو بچسبونیم. یعنی چی لیبل ها رو؟ دیگه میخوایم که برای شناسنامه‌شون مشخصاتشون رو بزنیم، لیبل واکسن ها رو بزنیم که دیگه هر جایی رفتن بدونن این بچه های ما واکسن خورده. لیبلش از کجا میارین؟ لیبلش روی خودشون هست. حالا هست. یعنی از روی این کنده میشه. آره. واکسیناسیون بچه ها خیلی مهمه. خیلی چیز جدیه. حتما در نظر بگیرید. آره به موقع حتما واکسناشون رو انجام بدید. حالا چیز لیبل رو زدی نه؟ آره لیبل زدیم. میخوایم تاریخاش هم بزنیم براشون که دفعه بعدی واکسنشون رو بیان به موقع بزنن. حالا عینک منو زدی چه حسی داری؟ بس خیلی خوب میبینم. ملوس گرفتی؟ ملوس کیه؟ اینا وای راست میگی من اصلا یادم رفته بود. یه پیشی داریم اینجا. ملوس بیا بودو ملوس. سلام بابا جون. شستش نگاه عروسک دستته. خوابش واقعا نگاه عروسک 45 روزشونه الان. بله تو بیحالی حالا. یه تکونی بگو تو واقعیش. بگو واقعی. این واقعیه ها این علکی نیست. ببین اینجا چه چیزه؟ چیزای خوشمزه مسک خوشمزه است. چیه؟ شیک بادوم زمینی پیشنهاد من به همه. از جای یکی دیگه هم شما چی سفر؟ یاسی مال تو آمریکانوی شما که آمریکانوی بچه رو بده اول بفهم یه جمله راجع به قهوه بگو. جمله سلامتی عشقم که بی‌معرفت بگین دیگه چی من حضور زن ندارم. همون که بخورم قهوه بعد سفارش دادیم ولی مادر شما رو دوباره هر صبح
خب بر من کوپر به ببین فقط اینجا چی داریم؟ تو چه نشستی اینطوری؟ خسته شدی؟ گره باز میکنن این همش بد اخلاقه؟ نه موقع باد گرفتن خیلی جیگره یکی دیگه هم اینجا بشه. سلام بابای جونی، تو چرا اینقدر بیریخ شدی؟ کجا رفتی؟ تو چرا اینقدر پف کردی؟ آها گرزادهش تموم میشه میره توی شستشو. باشه الان چی کار میخواد بکنم؟ میخواد من نجاتش بدم ببرمش از اینجا. چه گیت کاکلشو. حالا وایسی اینجاشو ببینیم. یکم الان پفشو میدیم که سرشو کوتاه کنه. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته لذت برده باشین. چیکار باید بکنن تو لایک تا کنید، ویدیو؟ کامنت کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو کامنتی که میخواید بذارید بهم بگید که اگه این سبک ویدیو رو دوست دارید که اگه ادامه بدیم و بریم کجا چیکار بکنیم، راجع به چه موضوعاتی ویدیو درست بکنیم و همین دیگه. دمتون گرم، خیلی مخلص.